صدومین سالگرد استرداد استقلال جمهوری اسلامی افغانستان را به مردم و حکومت افغانستان و سفارت محترم صمیمانه تبریک میگویم. متاسفانه در آستانه این جشن مبارک در پایتخت افغانستان شهر کابل باز یک حمله تروریستی دیگر به یک مراسم عروسی رخ داد که در نتیجه آن ده‌ها تن جان خود را باخته، ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. حکومت جمهوری تاجیکستان این عمل جنایتکارانه و غیر انسانی را شدیداً محکوم می‌کند و به ملت و حکومت کشور همسایه و برادر همدردی بیان نموده بر گسترش همکاری با افغانستان در راستای مبارزه قاطعانه با تروریسم تاکید می‌کند.